همین حزب در چهارچوب حزب نهضت اسلامی متوجه بشه یگان آدم سبزیده نشد، یگان چیز سبزانده نشد، یگان علما سبزانده نشد، یگان لیدر پیدا نشد، برای که همه را اینا دست نابود کردن و امروز هم اینا این کار میکنن. من خودم یکی از نمونه ها هستم برای شما دوستای عزیز. من در سطح بین الملل جا دارم، نفوذ دارم، آشنا دارم. من وقتی که آمدم 3 سال قبل از این همراه شدم، حزب نهضت اسلامی مرا رد کردن، مرا همراه نکردن. من گفتم خب معلش یه روزی میشه که اینا باید میفهمن که من برای جنبش اسلامی لازم هستم. اما وقتی که اینا مرا فروختن و مرا میخواستن بکشن، کبیری و محمد اقبال صدرالدین و آقای رضایی و یونس استرافشند و شرف الدین گدایف، اینا همه جمع شدن برای بنستی کشیدن برای کشتن عبدالسلام عادی نژاد. من اون وقت فهمیدم که تا کدام درجه اینا حرام و بی خدا هستن، جاسوس هستن، که وظیفه اینا جاسوسی خدمتگار بدن به اهل نصارا. اینا آدمای حرام ترین هستن. یگانه چیزی که برای اینا لازم است پول و منصب. 30 سال قبل از این، 20 سال قبل از این همه اینا همین بودن، هم نوری، هم همتزاده، همه اینا که به بالا آمدن، تور جانزاده و داده جان عطاالله رو اونجا فروختن به دستی گفتیم ایرانی ها، اونو حبس کنندن تا همه چیز به دست بیارن. همین داده جان عطاالله من زیاد طرفدارشون نیستم، همچون پرزیدنت که یک آدمی هست که همچون گفتیم یک ذهنیت ظرفی و کافی نیست بسیار چیزا رو بفهمه گفتیم، اما همچون یک روزنامه‌نگار، همچون یک گفتیم فرزند آدم حلاله هست. کبیری میلیونر شد، داده جان عطاالله میلیونر نشد، میگرده همچون بامش. ملا عمری طالبه همچون بامش میگشت. اگر فکر بکنید، اگر قضاوت بکنیم امروز ببینین حیات زندگی پیامبر ما صلی الله علیه و سلم و خانه خاکسارانی او را ببینن، اگر این آدمای حرام اگر با اون خانه نگاه بکنن میگن این بامج بوده، استغفرالله. این است آدمای بهتری. نه اینکه گفتیم تو میلیون‌ها را جمع میکنی، میخوری صدها خش و اقربات میاری، فیسبوک. این آدمای حرام ما باید دور بیاندازیم. آدمایی که صد راه مسلمان جنبش اسلامی هستند، آدمایی که ما در تاجیکستان میتونستیم همچون با بهتر از طالبا شاید که با جور بکنیم، ما تاجیکان میتونستیم، امروز هم میتونیم. اینا صد راه بودن، اینا کشتن، اینا خودشون به کشتن دادن. در چهارچوب حزب نهضت اسلامی یگان آدمی درست، یگان آدمی حلال، یگان علما هیچ چیز نسبزید بغیر از آدمای چاپلوس پولدوس که آمدن. میبینه همه اینا پولدوس. همون قبلا وقتی که من با گپزنی شروع کردم بالای نهضت اسلامی، اینا آدمای اینا با من تماس میگرفتن و میگفتن که برای شما درباره اسلام. گفتم چرا؟ اونها گفتن من کبیره میشناسم، همراه ما بیزنس میکردیم. میگه یک دیگه خیلی اقربانه از شمال یک بچه میگه من کبیره هیچ دو رفیقی من است، ما همراه بیزنس میکردیم. ولی که وقتی که اینا باید در بالای جهاد، بالای خداوند، بالای این چیزا، بالای ملت باید فکر میکردن، اما اینا بیزنس میکردن. آدمای بیزنسمن جمع میشن، آدمایی که میدوزیدن پولا را. کبیری و حزب نهضت این چیزا حرام. از این چیزا ما نباید دنبال اینا. هیچ یگون مسلمان اگر تو مسلمان باشه، حلال باشی، ایمان داشته باشه، دنبال اینا نمیری. اینا آینده ندارن. اینا اسلام و کشتن خودشون خاروزار شدن، هنوز نفهمیدن که اینو کی هستن. برای همین اینا خودشون هیچگاه گپ نمیزنن و آدمای مسلمان وقتی که سوال میته سعی میکنن اینا رو بکشتن، بفرستن.